و دل آفتابی ای محبت، و دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت. همان روزی که زن را آفریدند، گل ناز چمن را آفریدند، به قد قامتش اندازه کرده، سپس سرو و سمن را آفریدند. بیننده های ذکی و ذوقمند، هواداران برنامه آفتاب محبت، برنامه ما این لحظه تقدیم شما. ما در حلقه دانشجویان و استادان فکولته صنعت تصویری و دیزاین دانشگاه دولتی خوجند نشستیم. ما را همراه باشید. با شرافت صاحب استقلالی کشور، تاریخ و تمدن، فرهنگ لباسپوشی و صنعت آفرندگی احیا شده رشد و تکامل می‌یابد. تاجیکستان با تاریخی بای و فرهنگ و صنعت قدیمش عالمگیر گشته است. در قرن‌های گذشته در سوق باستانی اختصاصمندی هنرها نزدیک 500 تا بودند و از آن 17 نمود هنرهای بافندگی عمل می‌کردند که با آفریدن متاعهای بریشیمی و پختگین نام تاجیکان را در عالم معرفی کرده، در آرایش و انتخاب نقش اطلس و تکنولوژی رنگ و بارکنی به همتا بودند و متاعهای بریشیمی آنها در طول تاریخ دراز رنگ و صفت خویش را حفظ کرده آمده است. باعث افتخار است که نوعروسان، جوانان، بانوان با لباس اطلس و ادرس و گلدوزی قدیمه با رعایت عنعنه‌های تاریخی و اساطیری خویش آن را به بر کرده ارزش‌های ملی نیاکان را پابرجا نگه می‌دارند. اطلس و ادرس 7 رنگ و چکن 100 رنگ تاجیکان نقش هزارها آرمان و زندگی انسان‌های هنرآفر و هنرور تاجیک را دارد که با تخیل تازه و خیال رنگین آن را آفریدند. 7 رنگ آن معنی 7 اختر، 7 برج و 7 طبقه آسمان، 7 اقلیم است. در سوق زمین هنری اطلس و ادرس بافی تاریخی خیلی قدیمه دارد. زنی تاجیک زیبا بود و زیباست، به حق زیبایی بخش کل دنیاست. هنر می ریزد از دستان این زن، از او شد ملت ما شهرت افکن. زنی جوینده و یابنده باشد، و تار و پود حق بافنده باشد. بگیرد کن بدانه پله دانه، حریری آفرد بر حق یگانه. نه در چین و نه ماچین و نه یونان، نه بافن این چنین پیدا و پنهان. بگویم اطلس و چکن ای دوگانه، شده صاحب به حسن جاویدانه. بله، از آن روزی که پخته و پله پیدا شدند این هنر اجدادی ما رشد و نمو کرد. امروزها بانوان تازه خیال، طراحان ماهر و متخصصان ساحه مذکور با مقصد ترغیب و تشویق لباس ملی، تربیت زیباپرستی، رشد صناعت سبک، ارجگذاری به فرهنگ لباس و هنر والای خلق تاجیک در داخل لباس تقویت و گسترش بخشیدند و به استحصال و استفاده انواع گوناگون لباس و متاعهای ملی و معاصر کودکان و نورسان، دختران و جوانان نقش ارزشمند گذاشته محصول ایجاد خود را پیشکش عامه می‌نمایند که صفت دخت، نمود، رنگ، بی‌ضرری متاع بر تن انسان جای داشتن عنصرها و ارزش‌های ملی، تابش و جلوه رنگ‌ها و شینمی لباس قابل قبول است.
عزیزان ارجمند، چقدر که شما آگاهی پیدا کردید، امروز موضوع برنامه ما ترغیب لباس ملی است و همصحبت من هستند استاد دانشگاه دولتی خوجند، رسام خلقی تاجیکستان نصیبه ایشانوه. معلم ارجمند، میخواستم که در بابت همین فرهنگ لباس پوشی ملی تاجیکان و عموما در بابت لباس تاجیکانه که امروز البته شهرتش عالم را فرا گرفته است، چند اندیشه خود را میگفتید؟ البته امروز ما در موضوع اون صحبت میکنیم که اطلس و ادرس، چکن، همه این لباس های ملی باید که تاجیک دختران در بر کنند و من گمان میکنم که این انعنه هایی که امروز ما ترغیب میکنیم از تاریخ دورهای تاجیکان تا ما رسیده است و من گمان میکنم که هر یک زنی تاجیک خود یک زیبایی دارند و اون زیبایی حسن آنها رو البته لباس ملی باز هم زیباتر میکند و من که همچون یک رسام زن هستم، در اثرهای من زنها رو من بیشتر تصویر میکنم و همه آن زنهایی که من تصویر میکنم از همان آوانی جوانی در بر لباس ملی داشتم. بله. و امروز ها در بر کردن و ترغیب و تشویق کردن لباس ملی این نه اینکه یک چی باشد، بلکه انا همین عرف و عادتی همیشگی ما باید باشد. بله. چون که من گمان میکنم که همین زنها، دخترکان بسیارتر لباس ملی را باید که در بر کنند، زیرا که اون نقش و نگاری که در لباس ملی ما، در چکن ما و در همین اطلس و ادرس هست، این یک منظره تاجیکستان رو افاده میکند. یک انعنه ملی خوبی تاجیکان رو افاده میکند. اون رنگ های پرجوش و خروشی که در همین اطلس و ادرس ما هست، این البته همین زندگی رنگ و رنگی ما رو انعکاس میکند و خوشبختانه امروز همین استقلالیت دولتی تاجیکستان است که همین انعنه هایی که چندین سال فراموش شده بود از نو احیا و رشد یافته ایستاده است. بله. تشکر معلم. انتخاب رنگ ها در متا نیز یک موقع خاصه خود را دارد. اگر دخترکان جوان رنگ های سرخ، بنفش، رنگ سفید، گلابی بیشتر به بر کنند، طبیعت سحرافزون تاجیکان را میمانند. در انتخاب رنگ، در جابجاگذاری رنگ ها البته نقش شما بارز است. میخواستم که بابت همین شانه های اطلس خوجند که رنگ های گوناگون دارد، بیهوده نمیگوییم که ما امروز یک متا و 100 رنگ 100 رنگ اطلس و ادرس تاجیکان از قدیم الایام دل عالمیان را تسخیر کرده بود. شما چه اندیشه دارید؟ در حقیقت همه اون رسامان یا دیزاینرانی که امروز با همین رنگ و بور متا، رنگ و بور اطلس سر و کار دارن، اول و خوب البته انا همون رنگ و بور نوحیه رو از قدیم اگر گوییم، اگر اطلس های سرخ، خاصیت خام، برگ کرم، سیوی سفید، نماز شام، هر یک تا انا همین اطلس ها باز بسیارتر جوان دختران میپوشیدن. بله، عروسان جوانه؟ جوان میپوشیدن و اطلس های برگ کرم و اطلس های سیوی سفید رو کلان سالان سین و سالشان کلان میپوشیدن و هر یک تای همین اطلس، هر یک تای همین متوی رنگ و بوری همین متو یک سحر عجایب ملی رو داشت. بله.
من گمان میکنم که بصیرت زنهای تاجیک بسیارتر توأم است، زیرا که چنانی که شاعر میگوید صورتگری نقاش چین رو صورتی یارم ببین، یا صورتی کش این چنین یا ترک کن صورتگری. بنابر همین من گمان میکنم که زنهای تاجیک خود هم چهره زیبا دارند و هم دیدی زیبا دارند و هم پوشاکی هایی که آنها می پوشند باز هم صورت آنها را زیباتر میکند. لیکن با وجود این من گمان میکنم که همون سیرت زن، یعنی انسانی کامل بودن، انسانی با آداب بودن، زن بیش از همه با آداب خمیده خود، با علم و فرهنگ و دانش و همون ایجادیات خود ارزشمند است. بنابر همین من گمان میکنم که زن در جامعه یک موقع وسیع خود را دارد، پیش از همه برای تربیت نسل جوان، برای ترغیب لباس ملی، برای به کمال رسانیدن همین جوانانی که امروز به نهایت خوشبخت هستند و جوانان دوران استقلالیت میگوییم، برای به کمال رسیدن و آداب خوب و علمی بلند داشتنشون بسیار موقع کلان دارند. بله، تشکر میگم معلم ارجمند. البته مادر تاجیک ما اگر به تاریخ نظر کنیم در آن سالها یک علمی قضایی هم نداشتند، لیکن آنقدر زیرک بودند، آنقدر دانا بودند که دستور عمل هم نداشتند برای زندگی کردن یا اینکه برای یگان متا را آفریدن و رنگ و بار را انتخاب کردن و در زندگی خود آنقدر ماهرانه رنگ و باری اطلس و ادرس و عموما لباس ها را انتخاب میکردن که همه سن و سال معین بود، یعنی از همه کودکی گهواره سرکرده تا پیرزن لباس های گوناگونی خاصی خود را داشتن، خاصی محلی زیست خود را داشتن که احسن میگوییم. با دستی مکتابی ای محبت. بیننده‌های عزیز و ارجمند، همصحبت نوبتی من هستند استاد دانشگاه دولتی خوجند، فاکولته صنعت تصویری و دیزاین محرم در دوبای. و البته معلم عزیز، شما برای گلدختران زیبا با یک شکلی مدرن تیار کردن لباس‌های ملی و اروپایی سبق میدید. امروز گلدختران محصول دسترنج خویش را به معرض تماشا گذاشتند که ما از دیدنش خیلی شاد شدیم. میخواستم که در بابت همین آماده کردن لباس‌های ملی و عموما اهمیت و ماهیت آن اندیشه خویش را میگفتید. سالهای آخر با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان معرکه تاجیکانو میپیشیم خیلی وسعت یافته ایستاده، باعثی اجرایش یک چند هدفهای مهم گرده ایستاده است. مثلا این پیشگیری از فرهنگ بیگانه که به این راه ندادن به وارد شوی لباس‌های بیگانه و دویم این احیای هنرهای ملی. چه که ما می‌دانیم با تشبث و جانیساری‌های سرور دولت ما امام علی رحمان در این جاده خیلی کارهای نظر است طی چندین سال‌ها اجرا گردیدن، در نتیجه ما نتیجه های خوب را به دست آوردیم. این دیگرگون گشتنی سر و لباسی زن‌ها با آب و رنگی نو وارد گشتن، طرح زیبا پیدا نمودنی هر یک لباس و جاری شدن آن در پوشیدن بانوان با این کرته های زیبا می باشد. در بین بانوان همین خیلی عقیده می رفت که برای هر روز پوشیدن نسبتی هر روز پوشیدن اطلس و ادرس روزمره گویا که این اطلس و ادرس رو همه وقت پوشیده نمیشد. بنابر همین البته
اون لمان هنرمندان کار کرده برآمده همین خیمت‌هایی را هم آفریدند که در آن نسخه و نقش و نگار ملی ما تجسم یافته است، لیکن برای هر روز پوشیدن، هر روز در آن نقش و نگاه داشتن و هنگام شستن گم نکردن رنگ و بارش کار کرده برآمده. همین خیلی شد که حاضر در همه حالت ما همین لباس‌ها رو پوشیده میتونیم، هم در کار پختگین، هم در کار، هم روزمره، هم در جشن و مراسم‌های ایدانه آن رو به برنموده میتونیم. بله ولی خود دخترکان دانشجویان شوق و رغبت زیاد دارند بابت آماده کردن لباس‌های ملی، آفریدن یگان نمودی مدهای نو، شکلی مدرن. البته و این خیلی ذوق زیاد دارن برای که یک لباس خیلی آفریده شود و اون زمانوی گردد. ما نیز خیلی کار کرده استادیم در اون نقش و نگارهای قدیمی خود رو جاری نموده. من خیلی که شما حاضر اسلوبی مدرن رو گفتید، اگر پیشتر در لباس نگاه داشتنی سیمتری باشد، حالا مدرن شده استاده. ما یک گل رو در یک طرف لباس دیگرش رو در پایان کرته میگیریم که اون هم از یک جهت خیلی زیبا می باشد و این مقبولی دخترکان گشته ایستاده است و با واسطه هنرمندی کشیده دوزی اونها خودشون نقشای خیلی زیبا و سیر و برنگ رو آفریده و برنموده ایستادن. بله چکن، اطلس و ادرس با فهرستی سازمان ملل متحد وارد شده که این باعث افتخار مردم سربلند تاجیک است. میخواستم که در بابت همین احیا نمودنی باز دیگر پهلوهای همین متاهای ملی ما که امروز من هنرمندان، چیتگران چخلی که چیتهای خیلی زیبایی گلدار می آفریدند، امروز از طبیعت سیرافزون تاجیکان الهام گرفته اطلس های رنگ و برنگ آفریده ایستادند و همین انتخاب متا از نگاه شما همچون متخصص برای دوخت، برای به نمایش گذاشتن یکون افضلیت دارد، برتری دارد. البته این سوال خیلی خوب. اوید به متاهایی که البته پیش هستم به سلامتی انسان اول ضرر نرسانند ما کار کرد می نماییم. طی چند سالها این را دیده برآمدند که متا به تنی کس هوا گذران باشد. من خیلی متای اطلس و ادرس البته از نخهای طبیعی استحصال کرده میشن. ما از پخته بای هستیم، متاهای پختگی چی میکنیم استحصال نموده در آن با اجرای نقش و نگارهای ملی کرته ها می آفریم. ما میدانیم که پیشتر مردها یک لباسی خاصی خود را داشتن. عروس شونده ها نه فقط لباسی خود بلکه با همسری آینده خود نیست در جهاز عروسی خود لباس آماده می نمودند که یک وقتا اگر در خاطر داشته باشید کرته خودش متا از ابریشمی سفید و با اجرایش دوختی عراقی، تاقی عراقی مردانه و همین جزئیات ها در بعضی لباس ها هم تجسم یافتند و اون را البته عروس شونده ها همچون تحفه در بساط خود نگاه می داشتند و حالا هم ما می دانیم برند های نامداری از آن خورشید ستارف هستند. چقدر زیبا جامعه های زیبای آفریده ایستادند که کس میخواهد از هر یکی آن داشته باشد و اون را ببر نماید و اینچنین لباسی مردانه هم به نظر گرفته شده است. من نیمتنه های مردانه هنرمندان وقتی که برآمد میکنن با همون لباساشون یک جزئیاتی که از فرهنگ ما هست، از همون نشانه های من شانه زنی اطلس و چی ها گفتید شما همون برای هست. هنرمندا سراینده ها یک خیلی پوشیده میبرن. ما البته میفهمیم که اینها از تاجیکستان هستند و ما البته با
پوشیدن چنین لباس‌های زیبا سیرآب و رنگی تاجیکانه خود می‌فخریم. بله، از طرف استادان هم برای ترغیب همین لباس ملی، فرهنگ ملی، برای بی‌گزند برده رسانیدن از این اصل سهم استادان، برابری والدین، مادران، بی‌بی‌های ما کلان بزرگ است می‌توانید. شما چی نظر دارید؟ البته طوری که ما از سرچشمه‌های تاریخی می‌خوانیم، عالمان کارهای عالمان تحقیقاتشون رو دیده می‌بریم، پیش از همه در همه مورد در همه مرحله یا مرحله تاریخی گوییم یکم در لباس ملی این با ادبانگی لباس به نظر گرفته می شود. در پوشیدن لباسی کاری باشد اون البته همین خیلی شینم باشد که قلای باشد و جدیت نشان دهد و یک جزئیاتی از فرهنگ ملی داشته باشد، همیشه و زیبا و مقبولی عمر خواهد گردید. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در مهمانی برنامه ما حضور دارند محمد شریف و بیایید یک ترانه ناب و مرغوب از هنرمند همراه شنویم و صحبتمان را ادامه دهیم. در جهان گر بخت باشد مادر است، گر بهشتی نخت باشد مادر است، دولتی ما تخت باشد مادر است، مادر است و مادر است و مادر است، مادر است و مادر است و مادر است. آنکی بر روی جهان آرد تو را، آنکی در عمرش نیازارد تو را، آنکی از جان دوستر دارد تو را، مادر است و مادر است و مادر است، مادر است و مادر است و مادر است. آنکه عمر او دعاگوی تو هست، در خیالش دیدنی روی تو هست، صدقه چشمان و ابروی تو است، مادر است و مادر است و مادر است، مادر است و مادر است و مادر است. دوستان بسیار در روی زمین، هر یکی آنها بخوانی ما قریم، هر پسر گوید که یاری بهترین، مادر است و مادر است و مادر است، مادر است و مادر است و مادر است، مادر است و مادر است و مادر است، مادر است و مادر است و مادر است. به دستی ما کتابی ای محبت. مولوده در دوبای و هستند همصحبتی نوبتی من استاد دانشگاه دولتی خوجند. مرحمت، نظر شما به موضوع مطرح شده ما؟ امروز که یکی از برنامه‌های جالبی آفتاب محبت در فاکولته صنعت تصویری و دیزاین برگزار گردیده استاده است، همین را قید کردنی هستم که در فاکولته صنعت تصویری و دیزاین 36 نفر
استادان کار و فعالیت میبرند. از آنها 20 نفرشان نامزدای علم پروفسوران شده فعالیت میبرند. از بین آنها 12 نفرشان را زنها بانوان تشکیل میکنند که از روی 5 اختصاصی که در فاکولتت عمل میکند می آموزانند. بغیر از این استادان، عالمان، پروفسوران بغیر از آموزگار علمهای پداگوژی بودند، آنها هنرهای والای همین فرهنگ تاجیک را دارند که به واسطه دانشجویان ما امروزها همه فرهنگ والایی که امروز از نسل به نسل تا به ما آمده رسیده است، آنها را می آموزانند. از روی همین فرهنگ والا استادان ما اثرهای علمی، اینچنین کتاب‌های درسی، یک چند دستورهای تعلیمی که امروز به دست دانشجویان رسیده است و به طبع رسیده است، نامگوی آنها طرح‌ریزی لباس، مسائل شناسی، گیگین لباس، رنگ و بار متاع، اینچنین درباره همین کشیده دوزی، کش بافی، همه هنرها، کندلکاری، کندکاری، چنین دستورهای تعلیمی در دست دانشجویان به طبع رسیده است که از روی آنها امروز دانشجویان دانش می آموزند. دانشجویان ما همین هنرهایی که در فاکولتت آموزانده می شود، بارها شاهد گشتیم که امروز شاگردان ما در همه گوشه کنارهای جمهوری تاجیکستان سربلندانه از روی همین اختصاصها کار و فعالیت می کنند. آنها همین فاکولتت ما را، استادان ما را همه وقت آبروی اعتبارشان را بلند می بردارند. به دست ما کتابی ای محبت. بیننده‌های عزیز و ارجمند، همسایبک نوبتی ما هستند طراح ممتاز، دوزنده ماهر، استاد دانشگاه دولتی خوجند، دیزاینری لباس ها رخشانه رستم‌ور. مرحمت، اندیشه شما بابت فرهنگ لباس پوشی؟ خیلی که همگان میدانند هر یک خلقیت فرهنگ خود را دارد. به فرهنگ گفته این لباس پوشی، عرف و عادت همه چیز داخل میشد. خیلی که ما میدانیم فرهنگ ما این لباس پوشی ما را انعکاس میکند. با تلاش های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، فرهنگ ملی تاجیکان یعنی لباس ملی تاجیکان اطلس و ادرس و چکن به فهرست غیر مادی یونسکو داخل کرده شد که این یک افتخار ملی خلق تاجیک می باشد. خیلی که سیاحان به کشور ما با برابری وارد شدن، چشمشان به لباس پوشی ما می افتد. آنها به لباس پوشی ما نگاه کرده به فرهنگ ما بها داده می توانند که این لباس تاجیکانه ما خود معرفی آداب، فرهنگ و فرهنگ تاجیکانه می باشد. وقتی که به لباس تاجیکی ما نظر می افکنیم، خیلی که می بینیم آن به تن شینم است. تنه را به چشم نزدیک کرده نشان نمی دهد، تن را آزاد نشان می دهد. خیلی که ما لباس های اروپایی را می بینیم، وقتی که آن را دختران به بر می کنند، آن به تن نزدیک، تنی آنها را پر انعکاس می کند. لباس تاجیکانه ما باشد آزاد به حرکت، قلای می باشد. از همین لحاظ آنها دیده به فرهنگ ما بها داده می توانند که مردم تاجیک، خلق تاجیک آداب زیبا یعنی آداب شرقیانه به خود خاص دارد. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تلاش ورزیدند که لباس ملی ما به فرهنگ غیر مادی یونسکو داخل کرده شود. خیلی که همگان میدانند این هفته در همه جا فرهنگ تاجیکانه میپوشیم رفته ایستاده است که به واسطه دانشجو دختران ما، آموزگاران ما این اقدام را پیشه خود نموده با یک هویت بلند ملی لباس تاجیکانه پوشیده ایستادیم. این یک شهادت آن را میدهد که دختران ما، آموزگاران ما نیز برای از بین نرفتن لباس ملی، عرف و عادت خویش این اقدام را پیشه نموده. با خیلی که میگویند از صمیم قلب این لباس را به بر کرده ایستادیم. وقتی که سحر میبیاییم میبینیم در راهروها دختران میگردند یک فضای ایدانه. خیلی که میگویند در جشن و
مراسم‌های ایدانه این لباس را به بر می‌کنند گویا که فضای فاکولته ما را فضای ایدانه فرا گرفته باشد. من می‌خواهم که همه روزه لباس ما باید همین گونه زیبا شینم باشد با برابری به بر نمودن لباس اروپایی یا که رسمی ما می‌توانیم یک عنصر ملی لباس نیاگان خویش را در همان لباس اروپایی خود یک صورتش را انعکاس کرده به بر کرده باشیم. می‌توانیم مثلا گریبان کرتامان را از لباس ملی یک نمودی آرایش انتخاب کرده به آن دوخته پوشیده باشیم که این یک هم زیبی ملتی تاجیک یعنی زیبی فرهنگی ما را نیز نشان می‌دهد. خیلی که ما به درس می‌داریم به گلدختران دوختن طرز لباس را می‌آموزیم با برابر دوختن لباس‌های اروپایی آنها شوق زیاد دارند به دوختن لباس ملی خویش. آنها سوال می‌دهند که معلمه همین لباس ملی از قدیم چخیل بود، شکل اولش چخیل بود، امروز چخیل شد. ما با آنها می‌فهمانیم که پیشتر مادر کلانای ما لباسی چگونه به بر می‌نمودند. لباس آنها لباس زیبا شینم بود. آنها یگان جای فراغ یعنی گشاد نداشت. امروز باشد لباس را ما می‌بینیم که آن و شکل چشم‌رس شده است. ما باید فرهنگ نیاگان خویش را باید ایمن داریم، احیا نماییم، از نو زنده نماییم و از بین نرفتن آن به گوشه فراموشی نرفتنش راه ندهیم. باید آن را از نو احیا نماییم. خیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بارها در پیام‌های خود نیز در این بابت سخن نمودند. خیلی که ما می‌دانیم در پیام نوبتی خود که سال 2025 ماه دکبر برگزار شده بود در همان جا نیز تاکید نمودند که باید زنان و دختران به لباس پوشی خود یعنی فرهنگ تاجیکانه خود اهمیت جدی دهند. برای از بین نرفتن همین فرهنگ ملی لباس پوشی ما اهمیت داده. مادران اساساً برای تربیت نمودن فرزندان خویش اهمیت داده دقت مخصوص برای لباس پوشی آنها داده باشند. تشکر میگم. البته مادری تاجیک از قدیم الایام به عفت بوده، یعنی که شرم و حیا زیبی زنی تاجیک است. برای پرده پوش کردن این دختران ما که همین حسنشان، آدابشان، سیرتشان، صورتشان کاهش نیابد. البته از شما برای استادانی سختگیر و استادانی که در حقیقت علم خود را به دخترکان میدید، به جوانان میدید و در وقت بریدن متا، انتخاب متا، جا به جا گذاشتن آن عنصرهای ملی که در متا شما جا میکنید. البته با برابری ما آموزانیدن در درس‌های دوزندگی ما با آنها همیشه میگوییم که باید ما تکیه کنیم به اساس یعنی لباس اساسی خود، لباس ملی خود. آنها میخواهند که به زمان نگاه کرده، زمانی معاصر نگاه کرده لباس‌های معاصر را نیز بسیار به بر نمایند. البته آنها میپوشند این لباس را با آنها تکیه میکنیم که تکیه به آن لباسی که اجدادان ما داشتند و مادرکلان ما به بر مینمودند تکیه به آن نموده یک و عنصر آرایشی آن را نیز در لباسی که آنها میخواهند امروز و اروپایی آمیخته نمایند آن را به بر نمایند و در ساختن قالب، اندازه گرفتن یا انتخاب کردن متا ما با آنها کمک میکنیم. وقتی که آنها یک متا را انتخاب میکنند و من از همین متا یگان رسمی دلخواه لباس را انتخاب کرده میبینم، معلم من میخوام از همین روی همین متا همین نموده لباس را آماده کرده به بر نمایم. ما به آن نظر میافکنیم و آن لباس اروپایی باشد هم با آنها مصلحت کرده یک عنصر ملی یا اینکه فرهنگ شرقیانه خود را داخل نموده لباس را آماده نماییم. بله، تاجیکستان ما سراسر کوهسار است. از سنگ‌های لاجوردی آن ما امروز با کرته‌های گلدختران هم جا داده زیبا می‌گردانیم، آرایش میدیم از سنگ‌های رنگارنگ تاجیکستان. البته آن لباس‌هایی که با سنگ‌ها آرایش داده می‌شوند آن به واسطه به چشم‌رس می‌باشند. وقتی که آدم به آن نظر می‌کند نورهای آن سنگ چشم آن شخص را می‌گیرد. آن باید که لباسی که از چشم‌های زیاد یعنی از مهره‌های زیاد و سنگ‌ها آرا داده باشد بهترش آن در معرکه‌های خرسندی یعنی توی‌ها استفاده کرده شود. در لباس‌های رسمی باشد ما کمتر آن را در مقدار معین استفاده میکنیم و لباس‌های ایدانه باشد آن را بسیارتر استفاده میکنیم که باید هنگام کار کردن به آنها خلل وارد نسازد. تشکر میگویم. بیننده های عزیز و ارجمند در مهمانی برنامه ما حضور دارند گلدختران زیبا. میخوان که به استادان
زبان خیش سوال کرده باشم بابت آماده کردن سر و لباس های ملی، ترغیب ارزش های ملی و معنوی و لباسی تاجیکانه. مرحمت گلدختر زیبا. در زمان حاضره برای گلدختران جوان کدام رنگ را برای کرته ملی تاجیکان توصیه بدهید؟ تشکر زیاد دختر زیبا. البته این خیلی سوالی جالب است، زیرا که مسئله رنگ، انتخاب رنگ و باری متا لباس خیلی مسئله جدی است. بله. و ما میدانیم که در زمان معاصر همه با پوشیدن لباس هایی که رنگ آرامانه بیشتر میل پیدا کردن. لیکن ما میدانیم که از قدیم ملایان تاجیکان ما با پوشیدن لباس هایی که رنگ و باری خیلی زیاد دارن، رنگ گرم، یعنی رنگ گرم، زیرا که ما در تاجیکستانی آفتابرویه وجود داریم و با انعکاس همین رنگ ها البته لباس های ما آماده داده می شوند و البته ما هنگام انتخاب نقش و نگاه رنگ لباس طبیعت خود را و طبع همون شخصی که لباس را فرمایش میدهد و اون البته تکیه می‌نماییم. به دست ما کتابی ای محبت. با تشبس کار با زمان جمهوری تاجیکستان اعلام گردید، اقدامی خیلی بزرگ و آینده دار است، چون که این اقدام یکمین مرتبه در تاجیکستان برگزار گردیده استوده است و من گمان میکنم که این اهمیت خیلی کلان را به دست می آورد، زیرا که با شنیدن این اقدام ما علاقه تیاری دیدیم، زیرا که برای به کار آمدن یعنی لباس رسمی ملی را ما آماده کردیم که هم به کار کردن و هم به یک فعالیت ایجادی خود امکانیتی خوب داشته باشد. این اقدام در آینده به ادامه داده می شود و این باعث بلند برداشتن معنویات جوان دختران امروزه، فرهنگ و لباس پوشی آنها بسیار یک مساعدتی خوب میکند. چه خوش دلها منور شد زی صبحی صلح رحمانی، بپا شد بزم استقلال آیینی گل افشانی، بنازم قدرتی سهرا فرینی سروری ما را، که یا کرد روحی پاک اسماعیل سامانی. نهالی آرزو گل کرد و بار آور بشود اکنون، نمیبینی خزان دیگر به باغی تاجیکستانی.
توی مطربانای آهنگی وحدت را نوازش کن که آرام دارد از لبهای شیرین شکر افشانی و جان باید عاشق بر وطن کردن وفاداری کین قرضیست وجدانی مانی انسانی در این دنیای پر غوغا در این دریای پر طوفان یارم یارم چو میلت پیشوا دارد نمی باید هر آسانی به دستی ماکتابی ای محبت. تشکر میگویم برای اینقدر صحبت ناب و جذاب، اندیشه های بیکر، معلمه های ارجمند، گلدختران زیبا. باوری داریم که در آینده برای آفریدن اثرهای خیلی رنگین و زیبا شما نقشی ماندگار میگذارید. همین پابرجا ماندن فرهنگ لباسپوشی ما، عرف و عادت، مدنیت خلق تاجیک از هر یک مادر خاندان ملت تاجیک وابستگی دارد، زیرا که ما گهوار جنبان هستیم، ما مادران ثناخوان فرزندان هستیم. آنچه که ما برای فرزندان میگوییم آنها میشنوند و حلقه بر گوش میکنند و جامعه ما، زندگی مردم تاجیک سبز میشود. تمنا میکنیم که کرته اطلس و ادرس و چکن ملت تاجیک همیشه باشد و از بودنش جهانیان افتخار دارند. امروز ما نیز افتخار از آن میکنیم که صاحب چنین عرف و عادتهای قدیمه، صاحب چنین فرهنگ والای ملت خویش هستیم. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت.